ببین آقا جونی من، راست اینا با رأی تو امرأتن، دسته اول زنانی بودن معلقتن به شعرها، تو جهنم آویزون مثل نمیدونم مثل چی، تو جهنم آویزون به موی سر، تو جهنم آویزون آتش هم که جهنم قوقا میکنه، یغلی دماغ و رأسها، این مغز کلش داشت میگلدی. دسته دوم زنانی که به زبان تو جهنم مثل گوسفند که میزنن، اجلکم الله ببخشید، میزنن به قلاب آویزونش میکنن، به زبان آویزون بودن تو جهنم و آب جوش جهنم دما تو حلقش میریختند و قطع امعاءهم، پاره پاره میکرد و میرفت. سه رأیت امرأتن معلقتن به ثدییها، به سینه‌شون تو جهنم آویزون بودن. دسته سوم. دسته چهارم زنانی که نشسته بود تو جهنم، گوشتا بدنشون میکند میخورد و جیغ میزد. دسته پنجم دست و پا را با زنجیر جهنمی به هم بسته بودن، مار و عقرب به جون این نیش میزدن. دسته دیگر گنگ و لال و کوب در تابوت آتش و جهنم حرارت مغز کلش غلغل میکرد و از بینیش میریخت به بدنش. و بدنها متقطع من الجذام و البرص، بدنش از جذام و پیسی قطعه قطعه و پاره پاره و تیکه تیکه بود و تو جهنم نشسته. اونجا دیگه مرگ نیست، مردن توش نیست. دسته دیگر با پا سرازی تو جهنم آویزون بودن. دسته دیگر لحم بدنش تیکه تیکه شده بود. رأیت امرأتن تقطع، قطعه قطعه میشد به مقارید مخراج، با قیچی، ملائکه عذاب با قیچی گوشتا بدن میچیدن، از جلو و عقبش میداشتن دهنشو جیغ میزد. دسته دیگر سرش سر خوک، بدن اولا، 1,000,000 نوع عذاب بر این زن. دسته دیگر زنانی که مثل سگ بودن، آتش از پای میمد تو دم میزد بیرون. و الملائکه یضربون رأسها و بدنها به مقام امن نار، ملائکه با گرز آتش تو سرش میزنن. اون زنی که با موی سر تو جهنم آویزون، زنی است که موی سرش را نامحرم میبینه. اون زنی که با زبون تو جهنم آویزون، اون زنی است که اطاعت شوهر نکنه. خانمی که به پا تو جهنم آویزان است، زنی است که بدون اجازه شوهرش از خانه برود بیرون. اما زنی که پوستا بدنشو میکند و میخورد و جیغ میزد، اون زنی است که زینت بدنش را نامحرما میبینن. اون زنی که تو جهنم ملائکه عذاب گوشتای بدنشو میچیدن، اون زنی است که تو کوچه و خیابون و بازار در معرض دیدن مردهای نامحرم است. اونی که سرش سر خوک بود و بدنش بدن حمار، اون زنی است که نخنچینی میکنه، مادر شوهر عروس را میندازه به جونم و خار شوهر و خودش میگه به من که کاری نکردم. اون که مثل سگ بود و آتش از پای میمد بیرون، اون زنی است که ترانه میخونه و این هم گوش میکنم. در جهنم یک چاهیست گودتر از همه چاها، عمیق‌تر از همه چاها. آقا کیه؟ مال کیه اینا؟ فرمود مال زنی است که شوهرش را به غضب در بیاورد. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله فيها الحلا يتحلى. و طوبی شجره است در بهشت، مال اون زنی است که شوهرش از او راضی باشه. ببین اینجور نیست که اینجور مورد هجوم ما قرار میگیرین که شما کجا زندگی میکنی که فلان. اینجور نیست. اسلام اینقدر به این زن با این دستوراتی که یکی و دوتا هم نیست، فراوان است، خدای منان بها داد.